باورتون میشه من کریستیانو رونالدو رو پختم؟ باور میکنی؟ سلام، به کانال طعم آشپزی خوش اومدیم. من فاطمه و اینجا قرار متفاوت از بقیه کانال‌های آشپزی یک آشپزی فان و سرگرم کننده رو کنار هم تجربه کنیم. توی این سبک از آشپزی قرار ما همه چی و همه کس رو تبدیل به غذا بکنیم. برای مثال توی این ویدیو من کریستیانو رونالدو رو انتخاب کردم و قراره یک سری از مواد غذایی رو که فکت و دلیلش هم تو طول ویدیو بهتون خواهم گفت کنار هم قرار بدم و اونو تبدیل به غذا بکنم و در آخر تستش کنیم و ببینیم که اگه کریستیانو رونالدو غذا بود خوشمزه بود یا بدمزه، و اگه غذا بود شما حاضر بودین اونو به عنوان غذا سر سفرتون داشته باشید و یا حتی بخواین تستش کنید. پس حتما تا آخر این ویدیو با من همراه باش. قبل از اینکه بریم ادامه این ویدیو کانالمو سابسکرایب کنم، زنگوله کنارش رو بزن. اولین ماده غذایی که انتخاب کردم سینه مرغ هست. دلیلش هم اینه که رونالدو هر روز میره باشگاه و کلی تمرینات سخت و وحشتناک خارج از تصور ما انجام میده. پس سینه مرغ خیلی خیلی لازمه چون منبع پروتئینه. کلا رونالدو به جای آب با پروتئین داره نفس میکشه. سینه مرغ هم همون سوپر پاور مخفیه که هر بار گل میزنه. پس میتونیم حدس بزنیم عضلات فولادی کریستیان با سینه مرغ درست شده. اصلا به هیچ عنوان. جدی میفرمایید؟ اینایی که ما اینا رو از کجا ما در اینکه خوشتی بودن رونالدو هم تو این غذا لحاظ کنیم، سینه مرغ رو به صورت نواری باریک برش زدم. خب یه قاشق مرباخونی نمک برای بامزه شدن کریس هم اضافه میکنیم و اجازه میدیم نیم ساعت استراحت کنه تا خستگیش در بیاد. ماده غذایی بعدی اسفناج هست. اسفناج همون شارژر 200 واتی رونالدوه که باعث میشه به صورت خستگی ناپذیری تو زمین فوتبال بوده در حالی که همه کم آوردن. اسفناج با آهن و ویتامیناش برای رونالدو حکم نوشابه انرژیزا رو داره. فقط فرقش اینه که به جای قوطی تو بشقابه. فکر میکنم هر وقت کریس احساس خستگی میکنه مثل ملوان زول یک کنسرو اسفناج میخوره و 90 دقیقه رو بی امان میدوه مثل بنز. اسفناج رو هم درشت خورد میکنم و داخل تابه میذارم تا بخار پس بشه. تا یه رو به دیگه انرژیزای کریس هم آماده میشه. خب فلفل دلمه رنگی با این رنگ خوشگل و جذاب، دلیلش برای این غذا اینه که مثل رونالدو که تو زمین فوتبال با بازی جذاب و حرکات قشنگش میدرخشه، این فلفل دلمه هم تو این غذا با رنگ جذابش میدرخشه و رنگ جذابی به غذا میده مثل خود رونالدو تو زمین فوتبال. در ضمن سرشار از ویتامین C هستش و نشانه اینه که سیستم ایمنی بدن رونالدو بالاست. حالا میریم سراغ گوجه گیلاسی‌ها. گوجه مثل خود کریستیانو همیشه تو بهترین فرم و استایل خودش ظاهر میشه، یعنی پر از آنتی اکسیدان و لیکوپنه و انگار تو این غذا داره میگه نگران نباش، هم خوشمزه‌ام هم ازت محافظت میکنم. دقیقاً مثل خود رونالدو تو زمین. توی این مرحله گوجه گیلاسی‌ها رو هم از وسط نصف میکنی. پنیر فتا حکم اون گل پیروزی دقیقه 90 رو داره. وقتی رونالدو توی زمین یک فیشینگ شاهکار میزنه، توی آشپزی هم یه لقمه پنیر فتا توی غذا همه چی رو تموم میکنه با اون طعم بی‌نظیرش. غذا رو از این رو به اون رو میکنه، درست مثل خود رونالدو که توی دقیقه 90 گل میزنه و جلوی میلیون ها نفر خوشحالی بعد از گل رو انجام میده. به به، خیار تو این غذا معرکه است. رونالدو بعد از 90 دقیقه دویدن به یک جرعه آبم نیاز نداره، بلکه به یه لقمه خیار نیاز داره. این سبزی ترد مثل بطری آب معدنی فقط با کلاس تره.
وقتی بقیه توی زمین بازی کم آوردن و دنبال نفس کشیدن هستن، رونالدو دنبال خیار میگرده. باورتون میشه؟ بلا بلا بلا. خیارها رو هم به صورت حلقه‌ای خرد میکنیم تا کنار غذا استفاده کنیم. اگه فکر میکنی رونالدو بدون قلب سالم میتونه این همه انرژی داشته باشه، سخت در اشتباهی. روغن زیتون اون بازیکن نامرئی تیم سلامت قلب رونالدوه که همیشه توی سایه داره کار میکنه و قهرمان مثل خود رونالدو توی هر مسابقه‌ای. خب توی این مرحله مرغ‌های نواری برش زدمون رو داخل روغن سرخ میکنیم و وقتی طلایی شد اونا رو بر میداریم و فلفل دلمه‌های رنگیمون هم داخل همون روغن خرد میکنیم. خب دوستای عزیز، حالا میریم تا این مواد رو با هم مخلوط کنیم که هر کدوم نشانه‌هایی از شخصیت رونالدو بود. اسفناج و گوجه‌های گیلاسی و خیار و پنیر فتا رو با هم مخلوط میکنیم و کنار ظرف میذاریم. ای خدا زیرا خود چیکار کنم؟ چرا اینجوری شد؟ بعد از اون مرغ‌های طلایی شده با روغن زیتون رو هم کنار مخلوط سبزیجاتمون میذاریم و کنار اون فلفل دلمه‌های خوشگل و در آخر نخود پخته شده رو اضافه میکنیم. نخود پخته شده همون پروتئین گیاهی نجات دهنده درست مثل رونالدو توی تیمش. نه راست میگی؟ عجب. آب لیمو ترش هم همون حس پیروزیه که رونالدو بعد از هر برد اونو به رخ همه میکشه. خب برای تزیین روی این غذا هم از کنجد استفاده میکنم تا شیکش کنه و دل همه رو ببره. خب کریس رونالدو رو پختیم و بریم برای تستش. به به. عزیز کریستیانو رونالدو ما آماده شد. غذای همونجوری که از کریستیانو رونالدو قیافش معلوم بود، غذاش هم معلومه که باید کاملا سالم و بدون روغن و با کلی از سبزیجات باشه. حالا قبل از این که بخوایم بریم غذا رو تست کنیم، حتما ویدیو رو لایک کن تا افراد بیشتر با این سبک از آشپزی آشنا بشن و در کنارش کانالمو سابسکرایب کن تا ویدیوهای بعدی منو از دست ندی. خب حالا بریم سراغ تست غذا. چی میخوره؟ ها؟ چیپس میخوره؟ اره؟ چیپس میخوره؟ چی میخوره؟ چیپس میخوره؟ اره؟ خب دوستان عزیز، غذای هم کریستیانو رونالدو رو با هم تست کردیم. باید بگم با عنوان یک غذا متفاوت و خاص بود، طعم خاص و متفاوتی رو داشت، درست مثل خود کریستیانو رونالدو که یک فوتبالیست فوق‌العاده خاص و حرفه‌ای هستش. در کل غذای خوبی بود ولی خیلی متفاوت بود با نوع سبک غذایی ما ایرانی ها و فکر نمی کنم که خیلی از ایرانی ها و هموطنان عزیزمون بخوان به عنوان اولویت اول و اینکه این غذا سر سفرهشون باشن انتخابشون باشه. ولی من خودم این غذا به عنوان زمانهایی که رژیم‌های خاصی دارم حتما انتخابش میکنم، چون فوق‌العاده غذای خوشمزه‌ای بود. توی سبک غذاهای رژیمی غذای خوب و فوق‌العاده خوشمزه‌ای بود. ممنون که تا آخر ویدیو با من همراه بودین. حتما انتقادات، نظرات و پیشنهاداتتون رو برای من کامنت کنید. توی ویدیوهای بعدی ازشون استفاده میکنم. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.